ببینید یک محمد صلاح با اخلاق و آداب نیکش مخلصان کمند لیورپول برای کسایی که کمند لیورپول نمیدونن اصلا مخلصای فوتبال انگلیا در دنیا اصلا بی ادب‌ترین در همشه و خولیگان‌ترین باشن این همین مخلصای لیورپول در جای اول نیستن در همین بی ادبی و در اواشی. ببینید با اخلاق و آداب حسنه یک فوتبالیست مسلمان با اخلاق محمدی زینتش داده است خداوند اما کمان در اصلاح کرده است. اگر اصلاح نمیکرد کار خدا گمان میکنم که هم سریال دیگه با کی و همش علاو میزنن در هم موضوعی که گفتن. اما ما و شما مخلصای امر و معروف نهی از منکر هستیم، مخلصان خانه خدا هستیم، مخلصان خدا و پیغمبر هستیم. برای شما زیبنده نیست که در خانه خدا صدامون رو بلند کنیم. این خانه جای صدای دنیا نیست. این خانه جای به همدیگر گوشکی کردن نیست. از برای خدا اگر مثلا یکان کاری مهم اومد اول از مسجد خارج شو بعد گفتی دنیا میگوی هر لحظه میکنی اختیار داری اما در خانه خدا حق نداری. روایت میکنم المنصور خلیفه دویم عباسی این خلیفه بسیار خلیفه تمام بود. این شخصی هست که همین دولت عباسی را همین تحکیم بخشید است. بسیار یک دولت پهناور داشت، مردی با سیاست بود. داخل مسجد نبوی شد و زیارت روضه شریفه آمده است. اگر پادشاه هست در درون مسجد با خدمتگاران و با شخصای جاندار بگیم محافظان صدای بلند استقبال میکرد. حضرت امام علی در داخل مسجد بود است نزد شما گفت یا امیر المؤمنین لا ترفع صوتك في هذا المسجد. های امیر مسلمان گفت صدات در مسجد بلند نکن فإن الله تعالى أدب قوما فقال يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. خداوند بعضی از بنده‌هاش ادب داد. خداوند نصیحتشون کرد گفت ای کسایی که ایمان به خدا و روز قیامت دارید صلات را در نزد پیغمبر بلند نکنید. درست نیست صدا را بلند کردن. آخه در مسجد سخن خدا است، سخن پیغمبر است. هنگامی امر به معروف و نهی از منکر سخن از خدا میگویند، از پیغمبر خدا میگویند. همین مگر بی ادبی نیست که صدا را بلند میکنید. با رفیقت صحبت میکنید. و مدح قوما فقال این الذین یغضون اصواتهم عند رسول الله اولئک الذین امتحن الله قلوبهم للتقوی لهم مغفرة و اجر عظیم. خداوند یک ایده از بنده‌هاش مدح ستایش کرد. گفت بیشک او کسایی که ادب خوب دارند، بیشک او کسایی که با مسجد میآیند آداب را رعایت میکنند، پیامبر را احترام میکنند بعد وفاتش از جمله. اینو کسایی هستند که از امتحان پروردگار با سری بلند گذشتند. البته رحمت خدا مغفرت خدا منتظر شده است. و ذم قوما فقال این الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون. و یک ایده را مذمت کرد الله جلاله. گفت این کسایی که بی‌ادبی میکنن نسبت اینجا از پشت دیوار صدا میکنن کسایی هستند که عقل و فراست ندارند که اگر فردا شفاعت نباشد روشان سیاه و نموشان میشود. بعدن حضرت جنبست کرد گفت و این حرمته میتا که حرمته حیا. به شک شبه احترام رسول الله صلی الله علیه و سلم بعدی وفاتشان مثل احترام همون زمان حیاتش است. اگر چند حضرت در بین ما نیست اما احادیث پیامبر هست، اما علما که وارثای پیامبر صلی الله علیه و سلم هستند خوب، اما قرآن که با پیامبر صلی الله علیه و سلم نازل شده است تلاوت می‌کنند هستند خوب. این نماز را که پیامبر برای ما و شما تعلیم داد داخل هست که در نمی‌کنه. میگه المنصور با همون سیاست با همون واهمه فستکان له در نزدش تسلیم شد. گفت توبه کنم خطا کنم ببخش. برای ما و شما درسی عبرت است. هر یکی شما را در شخصیت شما تمام مسلمان‌های دنیا با این شمی سعید